حامل القرآن قد خصك الرحمن. ادغام متجانسین. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درس امروزه ادغام متجانسین. سوال: کدام وقت ادغام متجانسین می شود؟ جواب: هر وقتی که دو حرفی در مخرج یک بوده روبرو آیند که یکمش با سکون باشد و دویمش با حرکت، در این حالت حرف یکم به حرف دویم در آورده خوانده می شود که این را ادغام متجانسین می گویند. سوال: این خیل حرف ها به چند مخرج جدا می شوند؟ جواب: این حرف ها به 3 مخرج جدا می شوند. مخرج یکم حرف های دال، تا و طا. مخرج دویم حرف های ذال، ثا و ظا. و مخرج سیوم حرف های میم و با. مثال اول: کلمه قالت طائفتو. ببینید کلمه اول با حرف تا تمام می شود و حرکت ندارد و کلمه دوم با حرف تا آغاز می یابد که ما حرف تا را به تا در آورده می خوانیم که چنین خوانده می شود: و قالت طائفتون. حرف تای اول را نمی خوانیم. و مثال دوم کلمه های یلحث ذالک. ببینید کلمه اول با حرف ث تمام می شود و کلمه دوم با حرف ذل آغاز می یابد. در این حالت حرف ث را به حرف ذ در آورده می خوانیم. مثال: یلحظ ذالک، یلحظ ذالک. ببینید ما حرف ث را نخواندیم و حرف ذل را 2 تا کرده خواندیم. و مثال دیگر کلمه های ارکب معنا. ببینید کلمه اول با حرف با تمام می شود و کلمه دوم با حرف میم آغاز می یابد که ما در اینجا ادغام می کنیم. مثال چنین خوانده می شود: ارکب معنا. ببینید حرف با را ما نخواندیم و حرف میم را 2 تا خواندیم. ارکب معنا. در یک حالت ادغام متجانسین کامل خوانده نمی شود بلکه قسمین خوانده می شود. در حالتی که حرف تا پیش از حرف تا آید. در کلمه احطو به مخرج حرف تا آغاز کرده و به مخرج حرف تا این کلمه را تمام می کنیم. یعنی قسم حرف تا را می خوانیم و قسم حرف تا را. احطو به سبب آنه که حرف تا پیش از حرف تا آمده است. و اگر اول حرف تا آمده بعد حرف تا آید، چنانه که در کلمه بالا ما خواندیم، در اینجا ادغام متجانسین کامل می شود که حرف تا را نمی خوانیم و حرف تا را 2 تا کرده می خوانیم. در مثالی که ما خواندیم، مثال: و قالت طائفتو. این است فرقیت بین حرف تا و حرف تا. علامت های قرآنی این قاعده: حرف اول به سکون می آید و حرف دوم با تشدید می آید. یا حامل القرآن. اکنون بیایید با هم مثال های ادغام متجانسین را دیده برآییم. اذ ظلمتم قد تبين أثقل الدعوى فآمن الطائفة يا حامل القرآن.
با همین درس امروزه را به انجام می رسانیم. اگر سوال ها باشد در زیر نوار بنویسید، فرصت پیدا کردیم به آنها جواب می دهیم. در آخر دست برداشته از خداوند طلب آن را می کنیم که خداوند آموختن این علم را به شما آسان می گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.